باورت نمیشه اگه بگم قیمت لباس عروس افغانم 120 میلیون تومان بود. همش کار دست با نخ طلا دوخته شده بود. اینجا طبق روال همه استوریام عروسامو معرفی میکنم. اینجا برای عروسم کلی اکسسوری آورده بودن که من زودتر از خودش پوشیدم. تو این قسمت یاد سفره عقد افتاده بودم که مهمونا به عروس دومات کادو میدن. اینجا به کمک بچه‌ها دارم تلاش میکنم علنگوها رو تو دستم کنم. اینجا رویا جون در نقش زنموی دومات به من گوشواره هدیه داد. من و دخترها یه عروسی رو میتونستیم منفجر کنیم، انقدر که ذوق زده شده بودیم از دیدن این اکسسوری باحال. خلاصه همه رو تو دستم کردم و رفتم که باهاش کلی عکس بگیرم. بعد که خوب تو نقشم فرو رفته بودم، عکس و فیلمام عالی شده بود. صحرا از شدت ذوقش یه جیغ بنفش کشید. شینیون عروس تموم شد، عکاسی من هنوز تموم نشده بود. بالاخره شال و سربند رو تحویل دادم تا رو سر عروس نصب کنن. اینجا تا صحرا سربند رو نصب کنه، من کلی فیلم عکس از آماده شدنش گرفتم. به به چه عروس زیبایی شد، مثل ملکه ها داره میدرخشه. میکاپ زیباش که کاملا با رنگ لباسش هارمونی داره و شینیون استایل موی قشنگش که هنر دست صحرا جونه. عروس قشنگم هم آماده شد، رفتیم تا چک میکاپش رو انجام بدم. اینجا عروس داشت میگفت این لباس ها به شما بیشتر میآید، خیلی مقبول شده بودید. اینجا هم عروس آوردم به قسمت آتلیه مجموعه تا عکسای خوشگل و جذاب بگیرم ازش. راستی بچه‌ها مقبول یعنی چی؟